این ویدیو من مخصوص کساییه که دنبال خودشناسی هستن، دنبال یک رابطه و دنبال یک عمق هستن. یعنی از سطح میخوام برم به عمق خودشناسی. میخوام در رابطه با کتاب ازدواج رنج مقدسه که آقای شارپ نوشته میخوام صحبت کنم. خیلی از ما تو رابطه تو سطح زندگی میکنیم. اگه بخوایم مشکل زداییمون رو از سطح به عمق خودشناسی فردی خودمون ببریم، لطفا این کتاب بخونید. این کتاب خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ما خیلی جاها ناکامی های گذشتمون و کودکیمون رو میاریم به صورت توقع تو رابطه ارائه میدیم. رابطه جاییه که تو عمیق ترین خودتو میتونی بشناسی. هیچی مثل یه رابطه نزدیک، پارتنری، همسر، دوست پسر، هرچی که هست، دوست نمیتونه خودتو به خودت نشون بده. اگه بخوای به رابطه به عنوان یک خودشناسی نگاه کنی، اون جایی که داری اذیت میشی، اون جایی که زخمای کودکیت میاد بالا، اون جایی که عقدهات میاد بالا، به جای اینی که فرافکنی رو بکنی رو سمت طرف مقابل، بیای به خودت نگاه کنی که من اینجا چی بر من گذشته، من شرایطم به چه صورت بوده. اگر تو رابطه به شکل روانشناسانه به رابطه نگاه کنید، میتونید یه رابطه پایدار داشته باشید و رنج‌های رابطه تبدیل به خودشناسی خودتون بشه. نه که بگید این آدم این شکلیه، این آدم منو بدبخت کرد. نه عزیز من، این شکلی نبوده. آقای یونگ میگه که ما به صورت خیلی غیر ارادی ناخودآگاه و خودآگاه خودمونو به طرف مقابلمون فرافکنی میکنیم و اینکه سهم و نقش خودمون رو تو رابطه فراموش میکنیم و فکر میکنیم همیشه طرف مقابلمون مقصره. برخلاف دیدگاه امروزی که میگن رابطه خوب رابطه‌ای که همه چی توش مساعده، این کتاب آقای شارپ میگه که رابطه‌ای که توش چالش هست، رابطه‌ای که تو رو به عمق خودشناسی خودت نزدیک میکنه. البته اگر شما به صورت روانشناسانه به این موضوع نگاه کنید، به صورت اینکه از یک درمانگر کمک بگیرید و عمیق‌تر به درون خودتون نگاه کنید، اگر میخواید تو این رابطه رشد کنید، اگه میخواید به اون فردیت خودتون برسید، اگه میخواید لایه‌های تاریک و پنهان خودتون رو ببینید، این موظف اینی که شما تو رابطه به صورت روانشناسانه نگاه کنید. ببینید کجای مسئله به من مربوطه، کجای مسئله تو عمق ناخودآگاه منه، کجاهاش از توقعات کودکی من، از ندیده شدنهای کودکی من نشأت میگیره، کجاها این مسئله که امروز من باهاش درگیر هستم میتونه به عمق خودشناسی من کمک کنه. و یادتون باشه هر چقدر شما این ناخودآگاهتون رو به خودآگاه تبدیل میکنید و میارید بیرون، باعث میشه که شما راحت‌تر زندگی کنید، باعث میشه که با خودتون صلح بیشتری داشته باشید و در نتیجه با اطرافیانتون صلح بیشتری داشته باشید. و در آخر ویدیو میخوام اینو بگم، تعارضات بیرونی که تو رابطه ما مشاهده میکنیم حاکی از تعارضات درونی ماست. یادتون نره تا به خودتون نگاه عمیقی نندازید این تعارضات حل نمیشه. شاید مقطعی رفع و رجوعشه با یک مسئله، این که شما زوج عزیز این کارو کن، شما آقای محترم این کارو کن و یه تایمی رو میخرید و یک بازی زمانی شروع میشه و شما میتونید به یک چیز مقطعی، به یک رضایت مقطعی برسید، ولی رضایت اصلی زمانی حاصل میشه که شما اون تعارض رو تو درون خودتون حل کنید. متشکرم. دنبال کنید منو.